قرآن کریم سوره بقره آیه 120 می فرماید و همچنان پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نیز در حدیث مبارکه می فرماید که شیطان در هر امری کوشش می کند تا انسان را گمراه کند. سوال من از شما این است که آیا در این جهان چنین سازمان‌های مخفی و خطرناک موجود است که مسلمانان را از دین دور ساخته و توسط موسیقی و رقص و نمایش‌های عریان و نیمه عریان آنان را مبتلا به گمراهی و فحاشی و بی‌حیایی کنند؟ طوری که میشنویم یکی از خطرناکترین و بزرگترین سازمان‌های مخفی که این وظیفه را به پیش میبرد ایلومیناتی میباشد. آیا از نظر شما چنین یک سازمانی در حقیقت وجود دارد؟ دکتر ذاکر نایک حسب عادت بعد از تکرار سوال به جواب آن پرداخته و فرمودند: برادر ما به آیه اشاره کردند. آیه 120 سوره بقره می باشد که خداوند بزرگ در این آیه می فرماید که مفهوم آیه چنین است: هرگز یهود و نصارا از تو راضی نخواهند شد مگر آنکه پیروی از آیین آنها کنی. سوال برادر ما این است که آیا چنین یک سازمانی وجود دارد که وظیفه آن دور ساختن مسلمانان از دین باشد و با دسایس مختلف کوشش میکنند که مسلمانان را گمراه کنند؟ به جوابش میگویم بله، کاملا درست است و یک چنین سازمان‌های وجود دارد که مسلمانان را به طرف عیاشی و فحاشی و رقص و پایکوبی و موسیقی سوق میدهند. اگر شما از من بپرسید که آیا آن سازمان‌ها واقعا میخواهند ما را از دین دور بسازند، بله، 100% آنان چنین هدفی دارند. درباره ایلومیناتی برایتان بگویم که بله، ایلومیناتی هم یکی از این سازمان‌های خطرناک مخفی می باشد که وظیفه‌اش گمراه سازی تمام مردم جهان و سوق دادن تمام جهان به طرف عیاشی و فحاشی است. هدف اساسی آنان این است تا راه را برای آمدن دجال هموار سازند و راه زمانی برای دجال هموار می شود که تمام مردم دنیا به پرستش شیطان بپردازند. مخاطبان گرامی، شاید به ذهن شما این سوال خلق شود که مردم چگونه شیطان پرست می شوند و یا پرستش شیطان چگونه باشد؟ طوری که خداوند در قرآن کریم می فرماید و مفهوم آیه چنین است که آن کسانی که نفس خود را معبود خود قرار می دهند به درستی که هلاک شدند. مفسرین می نویسند که معنی معبود قرار دادن نفس آن است که کاملا پیروی از نفس اماره کنیم، یعنی هرچی نفس ما امر کرد آن را انجام بدهیم. این چنین است که ما پیروی نفس شیطان می شویم و هر آنچه شیطان امر کند به آن عمل می کنیم که به نحو شیطان پرستی است. و هدف ایلومیناتی همین است که توسط هوای نفسانی ما را به طریقه های مختلف گمراه سازند. اگر درباره تاریخ ایلومیناتی حرف بزنیم، ایلومیناتی خیلی یک تاریخ طولانی دارد. در زمان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه که جنگ‌های صلیبی شروع شد، در آن زمان سازمان‌های شوالیه‌های معبد و ایلومیناتی به وجود آمدند که بعداً نایت تمپلرز یا همان شوالیه‌های معبد به فریماسون‌ها تغییر نام دادند. هدف اصلی ایلومیناتی در آن وقت شکست دادن مسلمانان بود. در آن زمان تکنولوژی امروزه نبود که آنان از آن به نفع خود استفاده کنند، لذا آنان با طرح‌ریزی یک پلان شوم زنهای خیلی زیبا و جذاب خود را در سرزمین‌های اسلامی که توسط امرای مسلمان اداره می‌شد به نام زنان مسلمان داخل کردند و به این طریق توانستند به اهداف خود نائل گردند. سازمان نایت تمپلرز یا همان شوالیه‌های معبد حاکمیت خود را بالای دولت‌های غربی قایم نمودند و به معیشت پرداختند. زمانی که دنیا ترقی نمود و تکنولوژی به میان آمد، کار رسیدن به اهداف برای ایلومیناتی آسان و آسان‌تر شد. هرچند کار مخفیانه سازمان ایلومیناتی از دیر زمان جریان داشت، اما سازمان ایلومیناتی جدید در اول می سال 1776 میلادی توسط آدم وایس هاوپیت به میان آمد. او در دانشگاهی تدریس میکرد که هر دانشجو قبل از شامل شدن در درس باید کشیش میشد. خود آدم وایس هاوپیت چندان علاقه به دین و مذهب نداشت و بالای دین و مذهب تمسخر میکرد. او با کوشش‌های فراوان توانست یک مجتمعی از همفکران خودش را جمع کند. این گروه اکثراً جادوگر و شعبده‌باز و یا سیاستمدار می‌شدند. هدف اصلی این گروه بی‌نیاز کردن مردم از دین و هدایت کردن آنان به سوی عیاشی و عریانیت و بی‌حیایی بود. پلان اصلی آنان
نیو ورلد اوردر یا نظم نوین جهانی می باشد که مطابق آن در جهان یک حکومت، یک مذهب و یک واحد پولی باشد. وقتی یک چنین نظم در جهان حاکم شود، معلوم دار است که دجال حاکم تمام دنیا می شود. بناهن به خاطر ظهور کردن دجال اینها چنین کارهایی را می کنند. ایلومیناتی ها در اولین قدم خود قاره اروپا را هدف قرار دادند که مردمان اروپایی را به راههای لهو و لعب سوق دادند. اگر شما امروز اروپا را ببینید، می‌بینید که آنان زندگی بی‌پروایی را اختیار کردند، به عیاشی و عریانیت و بی‌عفتی و موسیقی‌های مزخرف مبتلا شدند. آنان به خاطر سوق دادن مردم به گمراهی از طریقه‌های مختلف استفاده کردند که مهمترین طریقه آن استفاده از فنون لطیفه بود که امروزه آنان را به نام آرت یا هنر یاد می‌کنند. اعضای ایلومیناتی سفر خود را از استیج شروع کردند. آنان با نمایش‌های دروغین و حرکات تردستی مغزهای مردم را شستشو می‌کردند و اذهان مردم را پراکنده می‌ساختند. طریقه دیگری آن پخش کردن رمان‌ها و ناول‌ها و رساله‌های فحاشی و غیر اخلاقی بود که توسط آن باعث برانگیختن غرایز جنسی جوانان می‌شدند و مردم را به بی‌حیایی و بی‌عفتی وامی داشتند. زمانی که صنعت فیلم به وجود آمد، طوفان بزرگی از بی‌حیایی و بی‌حجابی به وجود آمد. حالا شاید به ذهن شما این سوال پیدا شود که فیلم چطور میتواند بالای ذهن ما تأثیر منفی ایجاد کند؟ نه تنها فیلم، بلکه فیلم های کارتونی که برای بچه ها نمایش داده می شود، مانند کارتونی معروف تام اند جری و غیره. آنان توسط این کارتون ها ذهن اطفالتان را از زمان کودکی تخریب و افکارشان را ملوث می کنند. بعد از آنان صنعت فیلم های پورنوگرافی را برای مردم پیشکش کردند که رفته رفته این صنعت ترقی زیادی نمود. کارهایی را که قدرت‌های شیطانی در 100 سال انجام داده نتوانسته بودند، صنعت پورنوگرافی توانست آن را به کمترین مدت به انجام برساند. این صنعت بی‌حیایی انسانیت را به آن حد ذلیل ساخت که شاید هیچ کس تصور آن را کردن نمی‌توانست. امروزه به آن حد از قضایای تجاوزات جنسی که شما در هر جایی از دنیا شاهدش هستید، دلیل اصلی آن همین صنعت بی‌حیایی پورنوگرافی است. باید داشته باشید که ایلومیناتی تنها در اروپا اهدافشان را محدود نکردند، بلکه آن را در کشورهای مختلف جهان گسترش دادند. بناهن در این کشورها هم همین طریقه را انتخاب کردند. توسط بی‌حجابی و فیلم و موسیقی و برنامه‌ها و سریال‌های مزخرف در کشورهای مختلف اذهان مردم را تخریب کردند و آنان را در راه شیطان سوق دادند. از یک طرف فریمسون‌ها مصروف در دست گرفتن حکومت‌ها و بانک‌ها و اقتصاد جهان است و از طرف دیگر ایلومیناتی‌ها طبق برنامه پلان شده شیطانی اذهان مردم را به فیلم و موسیقی و بی‌حیایی تطابق می‌دهند. مخاطبان عزیز، امروزه آن عده رسانه‌هایی را که ما آزاد فکر می‌کنیم، این رسانه‌ها همه در کنترل آنان قرار دارند و هیچ چیزی کوچکی بدون اراده آنان در این رسانه‌ها به دست نشر سپرده نمی‌شود. دوستان عزیز، تمام اعضای بزرگ ایلومیناتی مستقیما شیطان پرست می‌شوند. به همین دلیل آنان کوشش می‌کنند تا دیگر مردم را هم فکر خود بسازند و به راه خود سوق دهند. یعنی باید همه مردم جهان شیطان پرست شوند. شاید اکثرا مردم به آن فکر باشند که ایلومیناتی تحت کنترل عیسوی ها هست، در حالی که چنین نیست. ایلومیناتی در کنترل یهودی ها قرار دارد و عیسوی ها فقط کارمندان آن می باشند. امروزه در جهان سیاستمداران بزرگ و ستاره های معروف پیروان ایلومیناتی هستند و مطابق دستورات آن عمل می کنند. ایلومیناتی و فریمسونری دارای نمادها و نشانه‌های مختلفی هستند، مانند نشان یک چشم، جغد و اشارات مختلف دست که در تصاویر مختلف رؤسای جمهوری آمریکا دیده می شود. همچنان مخاطبان گرامی، شما اگر پوسترهای مختلف برنامه بیگ باس را که در هندوستان برگزار می شود ببینید، در آن نیز نماد یک چشم نمایان است که دلیلش آن است ایلومیناتی به گونه‌ای در این نمایش نیز دست دارد. شما نام مایکل جکسون را شنیده باشید. کلماتی که در آهنگ‌های او استفاده می‌شد و تصاویری که در پلیبک ویدیوهای او ظاهر می‌شد نمایانگر آن است که او نیز مطابق دستور ایلومیناتی کار می‌کرد.
مادونا خواننده مشهوری آمریکایی نیز به دستور ایلومیناتی کار میکرد. همچنان گفته می شود هنرپیشه مشهوری هندی امیتاب بچن و مایکل جکسون شیطان پرست هستند که در حقیقت آنان پیرو ایلومیناتی و فریماسونری هستند. دوستان گرامی، جواب دکتر ذاکر نایک درباره ایلومیناتی برایتان چگونه واقع شد؟ در بخش کامنت ضرور با ما شریک سازید و خدا کند که این ویدیو مورد قبول شما واقع شده باشد. برای حمایت از ما ویدیوهای ما را لایک و شیر کنید.